از روزهای خربزانه نشست بین الدهکده‌ای شکل گرفته بود و کدخدا آقا را هم دعوت کرده بودند. In the name of God, Mr. کدخدا آقا is coming to سخنرانی for you. Please ببندین your کمربنداتونو and listen to کدخدا آقا from فینیتو سیتی. در روستای ما گل و بلبل وجود دارندی و همه مردم روستای ما شاد و خندان در کنار یکدیگر مشغول عشق و حال خربزه‌ای می باشندندی و دموکراسی از در و دیوار جالیس‌های ما بالا می رود و حتی الاغ‌های ما هم باند خربزه‌ای دارند و دوب دیستیس می نمایند. ما هیچ کس را در سیاهچال‌ها نداریم و همه آزاد هستند. خربزه‌های ما هسته ندارندی و ما به دنبال صلح خربزه‌ای با تمام روستاها هستیم. ما زیر پای روستاهای همسایه پوست خربزه نمی اندازیمندی و اصلا در امور روستاهای همسایه من دخالت نمی نمودندی. به این ترتیب کم کم داشت کرسی ها خالی می شد که کدخدا آقا فکر بکری به کلش چسبید و دیپلماسی خربزه‌ای از این نقطه شروع شد. و اکنون فقط خربزه خوارها ماندند که باید پای لرزش هم بنشینند.